خب امروز جاده شمال، جاده اهراز داریم میریم به سمت شمال. امید به خدا 4/1404. بعد به قول گفتنی آرزوی بهترین برای همه دوستان. یه سوال از آقا مسعود داشتم. آقا مسعود این کلمه اسکل رو واسه ما تفسیر کن. اسکل آقا یه روز حضرت آدم میره بیرون، میره هیزم بشکنه برگرده دوران قدیم. بعد برمیگرده خونه میاد در میزنه یا هوا میگه کیه؟ میگه آخه اسکل به غیر از من و تو کی توی این دنیا زندگی میکنه؟ اسکل. از اون موقع این کلمه به وجود اومده. همه فکر میکنن یه پرنده است، در حالی که اصل جریان این بوده. آره داداش